مقامات روسیه خبر مرگ یک سرباز توجیک ارتش روسیه در اوکراین را به پیوندانش در نویه فیض‌آباد رسانیدند. نزدیکان علیجان سفرو 25 ساله ساکن دهه جانسوز نویه فیض‌آباد گفتند که او سالها باز در ارتش روسیه خدمت میکرد ولی از حضورش در اوکراین خبر نداشتند. بر اساس خبری که مقامات روس به نزدیکانش رسانیدند او روز 8 می کشته شده است. در کدام منطقه اوکراین و در کدام شرایط او هلاک شده است نامعلوم است. هنوز نگفتند که جسد او را به تاجیکستان میبرند یا نه. از این پیش روز 23 اپریل جسد یک نظامی دیگر تاجیک تبار ارتش روسیه را به وطن نآوردند و در شهر برناول این کشور به خاک سپردند. به گفته پیوندانش ابوبکر ناظیموف 24 ساله روز 12 اپریل در شهر خارکوف اوکراین کشته شده است. ابوبکر روز 15 فوریه برای جنگ به اوکراین سفربر شده بود. از آغاز جنگ روسیه با اوکراین خبر مرگ بیش از 10 زاده تاجیکستان به نزدیکانش رسیده است. جنگ روسیه با اوکراین بیش از 2 ماه باز دوام دارد.